سلام بچه، من شاده هستم و خوش اومدین به این ویدیو. برگشتیم با بازی مورتال کمبات موبایل. ویدیوی قبلی مورتال کمبات موبایل که یه گیم پلی ساده بود، نسبت به بقیه ویدیوهای من خیلی ویدیوی خوبی خورد نسبت به بقیه ویدیوهایی که داشتم توی تایمی که دارم رکورد میکنم. تا قبل از اون یه ویدیو فورتنایت داشتم که 70 و خورده نفر دیده بودنش و تا قبل از ویدیو مورتال کمباتی گذاشته بود و وقتی که ویدیو مورتال کمبات رو آپلود کردم هیچ ایده ای نداشتم و فکر میکردم هیچ ویو نمیخوره ولی نسبتا ویدیو خیلی خوبی بود. یعنی اگر الان در حال حاضر برید توی چنل من نگاه کنید، تا اینی که دارم ویدیو رکورد میکنم برید توی چنل من و بهترین ویدیوهای من رو نگاه کنید، همین مورتال کمبات موبایله که فکر میکردم بی‌کیفیت ترین ویدیوم بشه، ولی خیلی مثل که بازخورد خوبی داشت. منم به خاطر همین تصمیم گرفتم یه ایده داشتم که مثل که تکراریه و ایده جدیدی نیست، ولی خب به هر حال خواستم مثل فیفا پلیرها که در واقع نمیبینم حالا بقیه هم این کار بقیه بازی هم این کار رو انجام میدن یا نه، میخواستم مثل این فیفا پلیرها که میان پک باز میکنن، مثلا کارت فوتبالیستا رو باز میکنن به طور شانسکی، گفتن که خودم هم یه مورتال کمبات هم پک داره یا مثلا چیزای شانسکی داره، گفتم سولز جمع کنم که یک واد پول بازیه، جمع کنم و منتظر یک پک خوب باشم که به درد بخوره دیگه، که مثلا چیز خوب توش باشه. و منتظر موندم و این پکه اومد که 100 تا هم تخفیف خورده و منتظر بودم تا ازش یه ویدیویی بگیرم و چیزی که تو این داره و امیدوارم بهم بده که خیلی خوبه. اول از همه اینه لوکینه MK11. همین پک کلا همش MK11 و آره دیگه مربوط به MK11 همین کاراکتری که امیدوارم بهم بده یکی این لوکینه که خیلی خوبه. چیزی که حالا من ازش دیدم، حالا تو گوشی هم که رفتم بقیه رفیقا بازی کردم، خیلی کاراکتر خوب و خفنیه و ابیلیتی هاش هم خوبه نسبتاً. و کاراکتر دیگه از ریدنه که یک دارمش و میخوام ایکسش کنم. اسکورپیان هم همینطور، اگه ویدیو قبلی مورتال کمبات داشته باشید از گیم پلی ازش گذاشتم. و کاراکتر دیگه که امیدوارم بهم بده همین دورایی که دارمش و میخوام ایکسش کنم. و آره دیگه به خاطر همین سه تا پک میریم جلو و آنلاک میکنیم. لیمیتش تا 20. تا حالا پکی تا تهش نرفتم، تا حالا مثلا 20 تا پک رو باز نکردم، اولین بارمه دارم انجام میدم و کمم نمیارم، حتی اضافه هم میارم سولز. آره دیگه الان تا آخر برم، تا 10 تا برم 30,000 تا میخواد و در کل ای پک رو ببریم 6,000 تا میبره و دارم دیگه بنده کافی. خب اولین 3 تا پک اولی رو میخریم، امیدوارم این چیز خوبی بده. آها امیدوارم چیز خوب بده اولین پک. خب این که مهمی. ایوال همین اولین پک بهم داد، حرام. امیدوارم که بقیه‌اش هم خوب باشه، همینجوری خوب باشه. این چیه؟ خب یه کارت لول اپه خیلی خوبه. و این چیه؟ سونیا بلیده؟ نه جکی سخته حالا تلفظش و حالا اشکال نداره. دفعه قبلی خیلی خوب بهم داد، باورم نمیشه. این دفعه چی میدیم؟ خب یه کارت لول اپ و کارت نوت سایبات لجند، اشکال نداره خوبه. اولی کارت لول اپه، کارت بعدی توف دروه، اشکال نداره. هنوز دو تا کارت دیگه هنوز داریم، هنوز فرصت داریم. که هیچی. کارت چی میدی؟ ای توف دروه. شیشمین کارت لول اپ خوبه.
شیناکم بعد استفاده ندارم، باید میدونم از شیناک استفاده کنم. خب 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 این چی؟ مال کیه؟ مال چیزش؟ چیز مال یادم اسمش داش ریدن استفاده نمی کنم. بابا داره پکام تموم میشه دیگه، چی آخه بهم میدی؟ بسته دیگه. همین بابی رو داد بابا این که هیچ بابا خدایا همون شانس هم به همون اول تموم شد. همون اول بسم الله شانس هم ته کشید. ای بابا دوباره همینو داد. بابا بی خیال این خوبه عدد. ایول ایول بالاخره حاجی اسکورپیون هم خیلی قوی شد خدا وکیل نسبت به بقیه کاره دیگه. هیچ کدوم کار زبونم گرفت. هیچ کدوم فکرم کارتام دیگه بهش نمیرسه. اینقدر قوی شده خدا. یکی خوبی داره، یه چیز خوبی داره. اوکی. هر وقت داریم هنو جا داریم هنو جا داریم. یه چی دیگه مونده. خب بعدی توفت و روحه، توفت و قیافه. خدایا این که هیچ. اوه کابال هم خیلی خوبه. ایوال کابال هم خوبه آره کابال هم خیلی خوبه. کابال هم خوبه. خوب شد بهم داده این نبندم بزنه. کابال هم خیلی خوبه. چقدر دیگه داریم؟ 5 تا. بذار 5 تا رو با هم بریم. چه کاریه 5 تا رو با هم میریم. ایول ریدن رو داد. خوبه. خاطر بعد ایکس شد. بابا گلد نده. حداقل گلد میدی یه چیز خوب بده. گلد که استفاده کنم. کارت لول هم خوبه. خوب بده نشون واسه استفاده میکنم مثلا مالا موندم خوبه یا بده استفاده میکنم نمیدونم حالا شاید استفاده کردم ولی اونم اینقدر بد میگه بعد تو کلیپ استفاده میشه بعدش شاید استفاده شد تو کلیپ ازش. خدایا چرا نمیام چی شد چی بهم داد چرا اینقدر رفت زود رفت. ها اینو داد بهم. خدایا چه کردم همینم پک نموندم زور رفت هیچی گیرم نیومد. این همه خرج کردم راست این نداره. یه گیم پلی کوچیکی هم از کارتای جدیدی که آوردیم گیرمون اومد در واقع بگیریم. آره دیگه یه گیم پلی هم از اینا بگیریم تا ببینیم چه جوریه. خب یه کار قوی تر شدم و دیگه لخت لازم نیست برن مگر دیگه خیلی بیش از حد قوی باشه.
خب ای وای ای وای ای وای حواسم نبود حاجی، نرسیده گند زدم. اوه اینجوری باید انتخاب کنم اسکورپیانو بده. همون بعید میدونم از استفاده کنم، از همین کپیه، فقط یک کپی میکنی و میری. ای وای بابالو بده. بابال خوبه، بابال خیلی چیز خوبیه، چیز حقیه. ای وای حاجی یا خدا، کاراکتر من خیلی ضعیفن یا من خیلی دارم گاو بازی در میارم. لوکین کلاسیک که از آتیش چونش پر میشد. آها آها بهتر شد. مرده باشه همین. اینو بده. حاجی گند زدم، وحشتناک گند زدم. این کاراکتر اصلا هم سمت من هم سطح من نیستن. ای بای ای بابا حاجی چون نمیمیره حاجی، خیلی کاراکتر خیلی ضعیفم، انتظار نداشتم. بمیر حالا اگه مرد. ای بابا کجا گم شو. آها هنو امیدی هست، هنو یه امیدی هست، امید هست. کله اسکورپیون داغه. بابا انگار توف میندازه روش. بابا یکی بهتر بز حاجی تا فردا صبح طول میکشه حتی اگر نتونه منو بزنه. آها سر شد. اکه باختم. حاجی خیلی ضعیفه، حاجی خیلی ضعیفه. مثل که این کاراکتر هم آنچنان قوی. حالا لبل یک که هنوز در واقع آپگریدی هم انجام ندادم. حالا هم از این کاراکتر گیم پلی ساده گذاشتیم، درسته حالا باختیم حالا ولی فهمیدیم میان چجوری کار میکنن و از کارتای جدیدی که در واقع به دست آوردیم یه گیم پلی هم گذاشتیم. و آره دیگه امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.